بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي في السماء وعلى الأرش استوى ويرى في الآخرة، ثم الصلاة والسلام على محمد الأمين الذي خير الهدي هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أنس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سال نمیا مگمی که سال بعدیش بدتر از او باشه و شرارتر از او باشه حتی تلقوا ربكم، تا که الله متعالى ملاقات کنید. رواه البخاري. و در حدیث دیگر عن زبیر بن عدی قال: اتینا انس بن مالك فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج. زبیر بن عدی به پیش انس بن مالك رفتیم و از حجاج بر شکایت کردیم چرا حجاج ظلم میکرد و قتل میکرد. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم الزمان إلا الذي بعده شر منه. انس بن مالک باشن گفت شما صبر کنید، بخاطر که زمان بالای شما نمیاد مگر که زمان بعدیش اشرتر و سختتر است. حتی تلقوا ربكم سمعته من نبیکم صلی الله علیه و سلم، صحیح البخاری. تا که الله را ملاقات کنید و اینم از نبی شما شنیدم صلی الله علیه و سلم. و ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري. السيد الخدري رضي الله تعالى عنه از رسول الله صلى الله عليه وسلم روایت میکنه که رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت که شما همین رقم سنت ها، راه و روش، منهج کسان را که امتهایی که قبل شما بود همین رقم پیروی میکنید، اندازه به اندازه، بازو به بازو، متر به متر به زمان میانه. حتی لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه. اگه با یک سوراخ تاریک ضب، همون حیوان را میگه که به صحرا می باشه و زیاد سوراخش تاریک است و زیاد تنگ است، میگه که دمو سوراخ هم اینا دارن، شما است بش مدرین. صحابه پرسان که قل یا رسول الله یهود و نصارا، یعنی هدف یهود و نصارا هست. قال: فمن؟ رسول الله پرسان که کی دیگه یهود و نصارا نباشه. رواه بخاری. و در حدیث دلیل به این است که هر چقدر زمان به آخرت نزدیک شود همین قدر شرطر میشه. همین رقم مردم از سنت های امام قبلی پیروی میکنن قدم به قدم. قوم ما همیتر از یهود و نصارا قدم به قدم پیروی کردن، از تجلیل سال نوشان گرفته و از اعیادشان گرفته تا عرف عاداتشان و دینشان و رسم و رواجشان به همه. و همچنان دلیل به این است که اغلبیت اکثریت همیشه از اهل باطل بوده و اهل حق همیشه کم و غریب بوده هستند. و زمان ما از هر زمان قبلی کرده بیشتر با کفر شرک دچار هستند و کفر شرک به اوج خود رسیده است که قبلا هیچ قوم به مثل اقوام مشرک ما شرک نکرده بودند. در کتاب الدر السنیه جلد دوم صفحه 285 آمده که ولهذا قال سفیان بن عیینه رحمه الله تعالی که میگه من فسد من علمائنا ففيه شبهة من اليهود و من فسد من عبادنا ففيه شبهة من النصارى. کسی که میگه از علمای ما فاسد شده هست، گمراه شده هستند، دو حتمی شبهه از یهود است. و کسی که از عباد ما یا زاهد ما فاسد شده هست به او شبهه نصارا هست. و فساد ابو محمد مدنی هم و مثل همین مثال هست که سفیان بن عیینه میگه که از شبهه یهود از برایش به تلبیس و تحریف دین از حیث که نمیفهمد، من حیث لا یشعر. و امثال محمد مدنی زیاد است، ولیکن توجه ما بیشتر به این شخص به خاطر ازی است که خلق زیاد الله متعالی و مؤلف القلوب را گمراه کرده است از دین حق و صراط المستقیم به عقیده که از ائمه مداخله و جامع گرفته است از جامع مدینه و دین را برای مردم پوشانده است. میگه که هذا وهو في القرن الثاني من القرون الثلاثة المفضلة، فما ظن بمن بعدهم من القرون التي فيها هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. میگه قول سفیان بن عیینه در قرن دوم بوده است، بهترین قرنها بوده است، قرن اول و دوم و سوم. خیال چی فکر میکنی؟ کسانی که بعد از سفیان بن عیینه آمده است، به قرنها بعد از او آمده است، الذين يقولون ما لا يفعلون، که به قولی که میگن عمل نمیکنن و استدلال میکنن به حدیث انس که میگه لا يأتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم، که ترجمه کردیم قبلا. میگه ولهذا لما اشتدت غربة الإسلام في هذه الأزمان وقبلها عاد الأمر إلى من دعا بدعوى المرسلين وقال لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا هو ولا يتوكل إلا عليه قيل له تنقصت الأنبياء والصالحين. به همین سبب است که غربت اسلام شدت گرفته از در این زمان و خصوصا در زمان ما. البته
قول ائمه نجد که ذکر میکنند از کتاب در السنیه، اینا یک قرن و بیشتر از یک قرن پیش از ما بوده هست که این گپا میزنن و ما بعد از اونا به یک قرن آمده هستیم، به زمان بدتر و شرارتر از زمان از اونا، و در زمان ما اسلام غربتش زیادتر شده هست. میگه در این زمان ها غربت اسلام زیاد شده از زمان های قبلی، و اما و حقیقت به این برگشته است که کسی امروز دعوا کنه، دعوت به مردم، به دعوت مرسلین، به دعوت انبیا، که بگه لا یعبد الا الله، که غیر از الله کسی پرستش نکنید و غیر از الله کس دیگر نخوانید و غیر از الله به کس توکل نکنید. براش گفته میشه که تنقصت الانبیاء و الصالحین، خلاف انبیا و صالحین تو گفته هستی. و امروز همین گپ را محمد مدنی و اتباعش برای ما میگه که وقت بگویم که لا تعبدوا الا الله و بگویم که ای اقوام مشرکه ما الله را به توحید پرستش نمیکنند، انهم کفار، میگن که مخالفت صالحین را کردی. کی صالحین نزد شما؟ سلیمان علوان، ابن عثیمین، ابن باز، ابو محمد مدنی و امرای احزابشان، امرای احزاب را مخالفت کردی. و امثال طواغیت علم زیاد هست که نمیخوایم نامشان ایجابی کنیم. و ادامه میده برای از این مردم میگه امثال از اینا، فاشبه من قال فیهم، اینا میگه مشابه امو هستن که الله متعال برشان گفته هست و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. میگه به این مردم وقتی که از توحید الله متعال بگویی، از یگانگی الله متعال بگویی و از ذکر الله را برشان بگویی، از حق برشان بگویی، قلبای از اینا تنگ میشه، دلایشان تنگ میشن. ولکن اگه ذکر غیر الله متعال کنی، مدح اقوام از اینا را بگویی، اقوام شما مسلمین هستین، اهل سنت هستین، باز خوش میشه بیگه. دلیل دوم به اینکه زمان ما اشدتر از دیگه زمان هست، کتاب در السنیه جلد 8 صفحه 449 از حدیث ابن عباس میارن که قال ابن عباس رضی الله عنهم من احب في الله وابغض في الله ولا في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. کسی که به خاطر الله متعال دوست داشته باشه، دوستی بگیره، و به خاطر الله متعال نفرت بگیره و بد ببینه، و به خاطر الله متعال به ولایت بگیره، و به خاطر الله متعال دشمنی کنه، و میچ ولی الله متعال میشه. ولن یجد عبد طعم الايمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. و هرگز یک بنده طعم ایمان نمیچشه ولو که نمازهای زیاد شوه و روزه زیاد شوه، تا که مثلا خاطر الله دوست داشته باشه و خاطر الله بد ببینه. وقال رضی الله عنه وقد صارت عامه مواخات الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. و ابن عباس هم میگه و آل امروز که است، در زمان ابن عباس سبحان الله اغلب دوستی مردم، برادر گرفتن مردم به یکی دیگر به خاطر دنیا هست. از این خاطر است که اهل از چیز از ایمان نمیافن، طعم از ایمان ندارن. میگه که فاذا كان هذا كلام ابن عباس وهو في خير القرون، میگه که وقتی که کلام ابن عباس باشه و در خیر قرون هم بوده است، فما زاد الامر بعده الا شده و بعدا عن الخير. پس و بعد از اون نیست که مگه که شدت زیادتر شده است و از خیر دور شده هستند مردم. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، مثل که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که برای مردم زمان نمیان مگر که بعد زمان بعدی از او که شرارتر و بدتر است. بل كانت موالات الناس اليوم ومحبتهم وعشرتهم على الكفر والشرك والمعاصي. میگه که پس موالات مردم، دوستی گرفتن مردم که دیگر امروز و محبتشان و زندگی کردنش با یکی دیگر بر کفار و شرک و اهل معاصی است. ولا شک که امروز اقوام ما به همین شکل است. دلیل سوم در کتاب در السنیه جلد 10 صفحه 188 بعد از اینکه وصف مشرکین را در قدیم میکند میگوید که فاذا كان هذا الكلام اهل العلم وتصريح بان الشرك غلب على كثير النفوس وان قليل الذي تخلص منه بل قليل من لا يعادي من انكر الشرك، فما ظنك بزمنك هذا ومعلوم ان الامر لا يزداد الا شده وغربه. میگه این کلام اهل علم باشه و بیانشان باشه که شرک همیشه غالب بوده است، همیشه غالب بوده است بالای بسیار از مردم و بسیار کم از مردم هستند که شرک نجات بیافند و خلاص شوند، و حتی بسیار کم هستند کسانی که انکار شرک کنند و باز با او دشمنی نشن. بسیار کم مردم هستند. میگه تو حال چه فکر میکنی در زمان خود؟ معلوم است که میگه ان الامر لا يزداد الا شده و غربه. معلوم است که این امر جز از اینکه شدت و غربت بر زگی زیاد نمیشه. در اینجا هم استدلال میکنه به حدیث انس بن مالک لا یأتی زمان الا والذی بعده شر منه اخرجه البخاری. و دلیل دیگر کتاب در السنیه جلد 10 صفحه 397 به حدیث نبی صلی الله علیه وسلم استدلال میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت هلكت بني اسرائيل على يد قرائهم وفقهائهم وستهلك هذه الامه على يد قراء وفقهائها. که بنی اسرائیل به دست قرائشان گمراه شد و هلاک شد، به دست فقیهایشان علمایشان. همین رقمی امت به دست قراء و فقهایشان هلاک میشن.
میگه فما أصدق قول عبدالله بن مبارک رحمه الله تعالی و هل افسد الدین الا الملوک و احبار و رهبانها. چقدر راست گفت عبدالله بن مبارک وقتی میگه آیا می دین جز ملوک. امروز ملوک هر کی است، نه فقط ملوک ما توقیت میگه، کسان ملوک هم هستند که در رأس احزاب هستند. میگه آیا دین غیر از این ملوک و علمای سو و رهبان همی زاهدین سو که از دیگه فاسدتر ساخته است. وبوز ميغا مما يبين لك عدم الاغتراء بكثرة إن أكثر هذه الأمثال التي ذكرت مخالفون للصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. باز ميغا فریب از زیاد از مردم نخو، چرا اغلب و اکثر از مردم که هستن که ذکر کردم تمامشان مخالف با صحابه هستند و مخالف با تابعین هستند و مخالف با ائمه اسلام هستند، خصوصا امام احمد و من وافقه، خصوصا امام احمد رحمه الله تعالی و شاگردانش في صفات رب تبارك وتعالى يتأولون اكثر الصفات بتحريف الكلام من مواضعه. در صفات الله متعال که تأویل میکنه صفات الله متعال و تحریف میکنه. این هم دلیل از قول ائمه نجد و این هم دلیل از قول ائمه نجد که ادعای مرجئه جهمی هم از این کتاب استدلال میکنن. میگه که اغلب اکثر این دیار مخالف صحابه هستند و مخالف تابعین هستند، بل مخالف ائمه الاسلام هستند، خصوصا امام احمد، مثل اشعری های لعنتی که حزب ابو محمد مدنی و ادعای جاهلشان آنها که با سلف مخالفت کردند، حتی با قول کسانی که با عالم بودنشان اعتراف میکنند در کتاب در سنیه، باز هم حق را قبول نمیکند و باز برای نووی کافر، ابن حجر کافر امام میگن. حقا که اهل بدعت و ضلال امامشان اهل بدعت و ضلال است و کلا و حاشا به کسی که اهل سنت میکنه باز بیاید کافر نووی و باقلانی و غزالی و ابن حجر و غیرهم کفار را به خود امام بگیرند و برایشان امام بگویند و ترحم کنند برایشان. بل ما تقرب میکنیم به الله متعال با بغض امثال اینها، مثل که حدیث ابن عباس گفتیم که تا لذت ایمان بچشیم به خاطر الله بدشان میبینیم و به خاطر الله امرشان بغض داریم و تقرب میکنیم به الله متعال به تکفیرشان. إنهم حق كانوا كافرين بالله منكرين صفاته سبحانه وتعالى. میگه که اکثر هذه الامثال اليوم لا خلاف ما عليه سلف الامه. اکثر از کشورهای امروزی با خلاف از است که سلف امت بوده هستند، از خاص و عام و از مدعی توحید و سلفیت حتی. سبحان الله، واقعا چقدر اسلام غریب شده هست که بس بگویی که توحید بگویی خارجی هستی، بگویی که فلان کافر است بگویی خارجی هستی. انا لله و انا الیه راجعون. ادامه میگه که ومن له بصیره بالحق لم یختر بکثرت المخالف. کسی که واقعا میگه حق ببینه، بصیرت داشته باشه به حق، با این کثرت مخالف مغرور نمیشه، فریبشان نمیخوره. فإن اهل الحق هم اقل الناس فيما مضى. که اهل حق همیشه کم بوده هستند. فكيف بهذا الازمان التي غلب فيها الجهل. پس چطور در این زمانی که جهل غالب شده از بالای مردم، چطور در این زمان که شما ادعا میکنین که اهل سنت هستن اقوام، این اقوام که میگین اصلشون بینا اسلام است و اهل سنت است، در حالی که ائمه که شما برش اعتراف دارین، علمایی که شما برش اعتراف دارین با مخالف شما هستن که اغلب از این مردم مخالف الله و رسولش است، مخالف صحابه هستن، مخالف تابعین هستن. دلیل دیگر به این که اغلبیت با کفر ضلال و شرک هستند کتاب در سنیه جلد 12 صفحه 13 میگه قال شيخنا الامام في سياق دعوه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا الى التوحيد. که محمد بن عبدالله هم میگه در سیاق دعوت نبی صلی الله علیه و سلم چطور قریش را به توحید دعوت میداد. میگه که و ما جری منهم من ذکر الهاتهم بانهم لا ينفعون ولا يضرون انهم جعلوا ذلك شتما. از اینکه صحابه با رسول الله صلی الله علیه و سلم با الهی از اونها میگفت که این الهی شما نه با شما نفع میرسانه و نه ضرر میرسانه. همین مشرکین قریش همین قول صحابه را دو دشنام گفتن که این ما را دو میزنه. میگه فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له الإسلام ولو وحد الله وترك الشرك. میگه که تو را فهمیدی، میفهمی که اسلام کسی مستقیم نمیشه، قبول نیست، ولا وی که الله متعال عبادت کنه با وحدانیتش و شرک هم ترک کنه، الا مگر که بعداوة المشرکین و دشمنی مشرکین و تصریح لهم بالعداوة والبغضاء و اعلانم کنه برشان و دشمنی و نفرت. و ادامه میگه فاذا فهمت هذا فهما جيدا، اگر وقت شما این فهم صحیح فهمیدین، عرفت ان كثيرا ممن يدعي الدين لا يعرفها. میفهمی که بسیار از کسانی که دعای دین میکنن نمیفهمن حقیقت دین را و حقیقت توحید را. و الا فما الذي حمل المسلمون على الصبر على ذلك العذاب. میگه که وقتی میبود که همگی میفهمید خیلی چیز ضرورت بود که مسلمین قدر صبر میکرد به عذابی که برشان مشرکین میدادن و الضرب والاسر زدان و زندان کردن و الهجرت الى حبشه تا هجرت الى حبشه، مع انه صلی الله علیه و سلم ارحم الناس، با وجود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از رحیم ترین مردم بود. ولو وجد لهم رخصه ارخص لهم، کدام رخصت باشن بود میر باشن رخصت میداد که خیر است نکنین، خیر است چوب باشین، کما کم رایشان برادری کنین. و همین ظاهری که ما برش میگیم که او
ظاهر شدن یک مسلمان در بین قوم مشرک و مخالفتش از با قومش که برای ما معلوم شود، در غیر از این مؤمنین و مستغفر گفتن که حکمش به حکم قومش است. کسی که ایمان ظاهر شود جز به نماز نه، همین رقم کسی میگه که شما بر ایمان بودنش اعتراف دارید که ظاهرا و شعیرا او است که مخالفت قوم خود را کند. قسمی که محمد بن عبدالوهاب میگه که او تصریح لهم بالعداوه والبغضاء. و باز میگه ولقد احسن من قال من السلف، میگه چقدر خوب گفتن از سلف، لیس العجب ممن هلك کیف هلك انما العجب ممن نجا کیف نجا. میگم تعجب به این نمیکنیم کسی که هلاک شد در فتنه ها چطور هلاک شد، بخاطر که معلوم است هلاک میشه الا من رحم ربی، لكن تعجب به این میکنیم که چطور از فتنه ها نجات یافته است. سبحان الله. میگه فاذا كان الامر هكذا فلا تأمن نفسك الارتداد عن الدين. اگه میگه که امر به این رقم باشه که سلفی تو گفته است که تعجب میکنن از کسی که چطور نجات یافته از فتنه های عظیم از شرک و کفر، پس میگه به نفس خودم مطمئن نباش، خود در امان نبی از اینکه در کفر وارد نری فی مثل هذه الفتنه العظیمه، در مثل هذه فتنه های عظیم بزرگ. اما دلیل دیگه الدر السنیه جلد 8 صفحه 100 میگه فاكثر الناس اليوم صار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا وهذا الزمان الصابر فيه كالقابض على الجمر وكل زمان شر مما قبله. طب قولش كميجا والحق مع ظهوره في غاية الغربة ويرى المؤمنين ما يذوب منه قلبه ونرجو أن المتمسك بدينه اليوم يحصل له أجر 50 من حساب الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ظهور الشرك في الأمصار. میگه اکثر مردم امروز معروف پیشان منکر شده، منکر پیشان معروف شده است و این زمان هست که کسی به دین خود صبر کنه مثل ازی است که کوه آتش را به دست خود گرفته باشد و هر زمان از زمان قبلی شرارتر و بدتر است و حق با وجود که ظاهر است، ولیکن بازم ببینه که در آخرین درجه غربت است و مومن چیزی را میبینه که منکر شده نمیتونه یا نمیتونه از حالتی که میبینه شرک که میبینه بر چیزی گفتن نمیتونه، قلبش ذوب میشه. والله همین رقم قلب ما ذوب میشه و ما امید به این داریم و ما از الله به این رجا داریم کسی که به دین خود امروز محکم گرفته است اجر 50 از اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم برش برسه. به خاطر چی؟ به خاطر لاجل ظهور الشرك فی الامصار، به خاطر ظهور شرک و تفشی شرک در دیار و ظهور المنکرات، ظهور المنکرات و اضاعه الصلوات و نخواندن نمازها. فلم يبقى والله من الاسلام الا اسمه. والله و بالله ما هم همین را میگیم که علما گفته است، بل علما که شما به عالم بودنشان اعتراف دارن که ظهور تفشی انتشار کفر مثل نور و آفتاب به همه جای رسیده است و از اسلام جز اسم نمانده است. و باز میگه وقال ايضا وحديث المر ياتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن. در حدیثی که ابن ابی دنیا از ابن عباس روایت میکنه که یاتی زمان يذوب فيه قلب المؤمن، که زمان میرسه که قلب مؤمن ده ذوب میشه كما يذوب الملح في الماء، او مثل امیر رقمه که نمک در آب ذوب میشه. برش گفته شد قیل ما مما ذلك یا رسول الله، که بخاطر چی یا رسول الله؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. از شدت منکر که میبینه، از منکر زیاده که میبینه نمیتونه تغییرش بده. حقا والله همینطور زمان هستیم که مشکل ما که مشرکین قوم ما کم بود که حال مدعی دروغ توحید آمدن به لباس جدید، به لباس توحید، به لباس سلفیت، که باز مردم را، اقوام خود را به همون کفر اجدادشان بانند و ما به خصومت و رد زدن و خوارج گفتن محمد هست که ما ایران ماندیم که قوم مشرکین خدا برایشان اسلام حق برسانیم یا بهم اسلام حق به کسانی که دای توحید میکنه برسانیم. و باز ادامه میده که میگه فهذه الازمنه والله كذلك ولكن لضعف الايمان ما نحس بذلك على حقيقته. و امی زمانها والله میگه همین رقم است که ذکر کرده هستیم که اسلام جز اسم نمانده است، ولیکن از ضعف ایمان ما حس نمیکنیم به حقیقت از این چیز. والله از ضعف ایمان حس نمیکنید. ای اطباء محمد مدنی که امروز مردم با کفر شرک هستند عموما الا من نجاه الله، ولكن شما حس نمیکنید. و باز ادامه میگه وقد اشتد والله غربت الاسلام، والله میگه سخت شده هست غربت اسلام. و همچنین قال ابن قیم واعلم ان اكثر الناس انما هلكوا لخوف مذمه الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات فوجبت معالجتهم. کتاب مختصر منهاج القاصدین. میگه بفهم که امروز اغلب مردم هلاک شده هستند از چی؟ لخوف مذمت الناس، از اینکه مردم برش بد نگه. اب محمد مدنی و احزابشان علنا بیان میکنن که باز مردم ما را بد نگه، مردم ما را بد میگن، یا در بین خود میشینن میگه کیر تکیر کافر نگو، باز مردم ما را خوارج میگن، باز مردم ما را بد میگن به خاطر مردم، و دوست دارن که مردم برشان بگه اینا خوب مردم هستن، اینا به خاطر ما جنگ میکنن، اینا به خاطر ما دعوت میکنن، اینا به خاطر ما ایتو میکنن، دین مردمی. فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس، تمام حرکاتشان حتی به قتل مسلمین و قتل مؤمنین، به خوارج گفتنشان به خاطر رضایت از این مردم است.
الله متعال برای مصابات استقامت به حق بدهد. اگر پیروی از سنت و اتباع صحابه و اتباع اثر و عمل به عمل سلف اوائل و عمل به فهم امام ابن بطه رحمه الله تعالی و امام بربحاری رحمه الله تعالی دین و مسلک خوارج باشه، پس ما از اولین خوارج هستم، ولوی که هم دنیا یک طرف شوه. قال امام البربحاری رحمه الله تعالی: واحذر ثم احذر اهل زمان خاصه وانظر من تجالس وممن تسمع وممن تصحب فإن الخلق كلهم في الردة إلا من عصمه الله تعالى منهم. امام بربحاری رحمه الله تعالی رحمت واسعه میگه که برحذر باش، بازم برحذر باش، خصوصا اهل زمان خود، و ببین که امروی کی میشینی و از کی میشنوی و با کی رفاقت داری، بخاطر که خلق کلش بر رده هست الا کسره که الله متعال نگاهش کنه از اونا. مردم که امام بربحاری رحمه الله تکفیرشان کرد، اونا کسانی بودن که شاعر و ظاهره اسلام چی که نماز زیادتر از اینا نشان میدادن از این که اقوام شما نشان میدادن، در وقت نزدیکتر به اسلام بوده هستن. اگر شما به دین و توحیدتان یقین دارین که شما بر حق هستین، هی بیاین برای امام بربحاری هم بگید خوارج است، و اگر در باطل هستین پس ای کذابین، وقتی که ما قول امام بربحاری رحمه الله تعالی را میگیم چرا برای ما خوارج میگین؟ علیکم ما تستحقون من الله. قال امام بربحاری رحمه الله تعالی در کتاب شرح السنه: واعلم ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهميه حتى كان في خلافه بني العباس تكلمت الرويبضه في امر العامه وتعنوا على آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واخذوا بالقياس والرأي. میگه بدان از که اهل علم همیشه قول جهمیه را رد میکردن تا زمانی که در خلافت بنی عباس رویبضه، یعنی کسی که بی عقل باشه، به امر عام گپ زد و به آثار رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم طعن داد و باز از قیاس و رای گرفت. اهل قیاس و رای کی هستند؟ احناف بودن، ابو حنیفه. میگه و کفروا من خالفه، و کسی که خالف مخالفتشون کردن کافر گفتنش. فدخل في قولهم جاهل والمغفل والذي لا علم له. باز دمی قولشون کسی که جاهل بود مبتلا شد و کسی که غافل بود هم دمی قول رفت، کسانی که علم نداشتن. حتی و ایجا عذر هم نداد از برو جاهلا، حتی کفروا من حيث لا يعلمون، تا که کافر شدن از حیث که اصلا نمیفهمیدن کافر میشن. فهلكت الامه من وجوه. متوجه باشین میگه امت از یک راه، از یک روی کافر شد. فهلكت امه، میگه امه هلاک شد از یک وجوه، و کفرت من وجوه، و از دیگر رو کافر شد، و تزندقت من وجوه، از دیگر رو زندیق شدن، و ضلت من وجوه، از دیگر رو گمراه شدن، و ابتدعت من وجوه، الا مگه میگه من ثبت على قول رسول صلی الله علیه و سلم و امره و نهیه و اصحابه ولم يتخطى احد منهم ولم يجاوز امرهم. مگه میگه کسی که ثابت ماند به قول رسول صلی الله علیه و سلم و امرش و نهیش و قول اصحابش و نه هم از امرش سرپیچی کرد، ولم يرغب عن طریقته و مذهبه، و نه هم دور شد از طریقشان و مذهبشان، یعنی اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. و علم انهم كانوا الاسلام صحیح، و فهمید که امو مردم به اسلام صحیح هستند، والایمان صحیح، و به ایمان صحیح هستند. فقلدهم دینه واستراح، دین خود را از ما تقلید گرفت و خود را راحت ساخت. و امو کفر تا امروز ادامه دارد که زیاد شد کم نه، تا فتنه عشری ها، جهمی های جدید ولكن به اسم جدید آمدن که اغلب کثیر دیگر با کفر اشعری رفتن، و باز فتنه آزار مشرک در قرن هفت آمد که تا امروز دردش رو ما میبینیم و مردم هزار رو کافر و مشرک زندیق شدن، الا کسی که امام بربحاری وصفش را کرد که محکم گرفته است به سنت رسول صلی الله علیه و سلم و اتباع الاثر و تقلید سلف. این دلیل بود که آوردیم از اقوال علما با اکثریت کفر مردم در هر زمان، خصوصا زمان ما، و هرچی به زمان با آخرت نزدیکتر میشیم کفر و شرک زیادتر میشه و کمتر نه. و انواع شرکی که در زمان ما منتشر است اعتقاد به اینکه نفع و ضرر در غیر از الله متعال، مثل چوب و سنگ و اولیاء، قبرها، گرفتن واسطه و شفاعت به غیر از الله متعال، از صالحین و انبیاء، و عبادت غیر الله مثل محبت و خوف و تعظیم و دعا و ذبح و نظر و طواف، مثل روافض و قبوری‌هایی که در افغانستان و پاکستان و صوفیایی که حول پیر خود میچرخند. شرک در تشریع، در قانونگذاری، و در شرک در حکم، و شرک در طاعات، شرک ولایت گرفتن قومیت، و شرک قومیت، و شرک وطنیت، و کفر استهزاء بالله، و کفر استهزاء برسول، و کفر استهزاء بدین و شریعت و کتاب و سنت، و مظاهره مشرکین، کمک کردن مشرکین کفار به ضد اسلام و مسلمین، و انتشار کفر اشعری. کفار اشعری چه قضیات هستند سبحان الله، که امروز حتی کسانی که به علما معروف هستند از کبار کفار و اشعری ها هستند، مثل جامعه الازهر مصر که 90% مذهب مصر اشعری ماتوریدی حنفی هستند،
که مذهب اشعری را در مصر صلاح الدین ایوبی کافر اشعری این مذهب در مصر نشر کرد، بعد از جنگ با دولت فاطمیون کرد. و عجیبی است که صلاح الدین اگر یهود هم می بود امروز برایش مدح میشد. چرا فتح کرده است؟ اصلا عقیده و منهج هیچ مهم نیست پیشان، نه پیش عام و نه پیش خاص. حتی کسانی که مدعی جهاد هستند برای کافر اشعری جهمی منکر صفات الله ترحم هم میکند. کلا و حاشا که سلاف مدح بدعتی را کند، چی پرستد که کافر باشی؟ خب بسیار دور گپ است. و می رقم مذهب افغانستان ماتوریدی که ابوبکر بن فورک ملعون علیه لعنت الله کافر اشعری ماتوریدی مذهب اشعری را به خراسان یا افغانستان نشر کرد با باز کردن مدرسه کفری اشعری ماتوریدی. اوازم جالبتری است که سلطان سلجوقی اشعری ها و رافضی را به منابر لعنت می گفتند، ولیکن امروز مدعی سلفیت سبحان الله، مدعی کسی که ادعای توحید میکند برای اشعری ها مثل نووی و ابن حجر تا دیروز که این اشعری ها در بالای منابر لعن میشد علنا، امروز اینا برایشان میگه که امام و ترحم میکنند برشان. و انتشار دین عقلانی یا دین معتزله که امروز نامش از بین رفته است، ولیکن دینش از همه دیان کده بالاتر است و دین عقلانی است که بیخی شامل هم از هم و هم از خاص است. کسانی که امروز نماز هم میخوانند ولیکن از عقل استدلال میکنند. اتباع محمد مدنی میخواند که نماز را با بهانه ظاهره اسلام با پشت معتزلی عقلانی جواز بداند. اخزاکم الله. همچنین انتشار دین خوارج جدید مثل اباضیه کفار و مجرمین و انتشار دین جهمیه در باب ایمان که فقط اسلام را بشناسی کافی است. که والله اتباع محمد مدنی به نام کانال که در تلگرام به نام کانال حکم به ظاهر عین مقوله را گفتن که کافی است برای یک نفر معرفت اسلام برای مسلمان گفتنش. علیکم لعنت الله ای جهمی های جدید، داخل دین جهمی شدین من حیث لا تشعرون. و همچنین انتشار دین وحدت الوجود، انتشار دین روافض به جمیع الفرقش و کفار و مجرمین که آنها را تکفیر نمی‌کند و مجرمینی که میگن تکفیر روافض مثل تکفیر یهود نیست، علیهم لعنت الله جمیعا. و انتشار دین صوفی خیلی خوب بیخی در افغانستان و پاکستان و ترکیه و تاجیکستان و ازبکستان و داغستان و شیشان همه به همین کفر هستند الا ما رحم ربی، به همین کفر دین صوفی، دین تصوف و رقص. و انتشار دین قادیانی ها کفار و مجرمین و دین تحریری ها و انتشار دین کفری جماعت تبلیغ و انتشار دین کفری قدری، انتشار تفشی کفر ملحدین و تفشی کمونیست، انتشار دین دموکراسی که تمام فرق گفتیم دین دومشان است از عام و خاص. دیگر کدام کفر است که اقوام ما و او ابتلا نباشد؟ های برای کی مسلمان بگوییم؟ و تمام این کفریات مثل نور و آفتاب منتشر شده است در زمان ما که معروف از منکر تمیز کردن نمیتونه و مؤمن را از بین این اقوام مشرکین تمیز کردن نمیتونه و همه ادعایی را میکنند که اسلام و همه نماز هم میخورد و همه سلام هم میتن و حج هم میرن. و کسی که ایمان خودم ظاهر کند مثل اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که مخالفت کردند با اقوام همین رقم مخالفت کند و اونها خلط خوردن، عذاب شدن. کسانی که شما برایش میگین که ظاهر اسلام دارن برای یک نماز خواندن، برای اینها کسی اصلا چیزی نمیگه، هنوز اصلا بیشتر بر شادی هست، هنوز خوشم میشن که ماشاءالله نماز میخوانی آفرین بچه. ولیکن اگه تکفیرشان کنه، اگر اعلان بیزاری و عداوت برشان کنه، او وقت باز اسلام حقیقی معلوم میشه که آیا برش آفرین میگه، آیا برش تحفه میده، آیا برش کدام جایزه میده، یا باز دشمنی خود علنا اعلان میکنه برش. قال الامام عبید الله بن محمد بن حمدان بن بطة رحمه الله تعالى: البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته. امام بن بطة رحمه الله تعالى وقت عقیده خود بیان میکنه، میگه از او بابی است که باید براءت کنی از هر اسمی که مخالف سنت باشد و از اجماع امت برآمده باشد و با ضمیر رقم خود ظاهر کنی برشان و مجانبت من اعتقده و از دور باشی از کسانی که دای اعتقاد دارند و با الله تقرب کنی با مخالفتشان. باز میگه که و ذلك مثل قولهم و امثال ان شاء الله ذکر میکنه که اینا کی هستن، از کی باید براءت کنی و مخالفتشون کنی و با خود دین خود ظاهر باشی برشان که ما مخالف شما هستیم. و ذلك مثل قولهم الرافضه والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكسانية والصفرية والشراء والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة. تمام أصابة میگیره اینجا
والواقفه کسانی که میگن که قرآن کلام الله است، نمیگن غیر مخلوق توقف میکنن، این همش کفار هستن. و باز میگه و من دفع صفات الرؤیا، و کسی که صفات رد میکنه، صفات الله متعال و الرؤیا دیدن الله متعال روز قیام، روز آخرت. و باز میگه ابن بطه رحمه الله تعالی و من كل قوم مبتدع و راء مخترع و هواء متبع، و همین رقم بذاری از هر قول مبتدع و هر رای که نوآور باشه و هر هوایی که پیروی میشه از این هم باید بذاری کنی. فهذه كلها وما شكلها وما تفرع منها او قاربها، پس میگه کلش و هر چیزی که به شکل از اینا هست و امثال از اینا که نماینده هایشان و فروع مختلف داره و نماینده از هر کسی که است و کسی که قریب از اینا هست، اقوال ردیئه و مذاهب سیئه، اقوال بد و مذاهب بد هستند، تخرج اهل عن الدين که اهلش از دین میکشه، متوجه باشه. و من اعتقدها عن الجمله المسلمين، و کسی که به اعتقاد داشته باشه از جمله مسلمین هم مبرایه. ولهذا مقالات و مذاهب رؤساء، ولهذه المقالات و به مقالات کینا میگن والمذاهب به مذاهب رؤساء من ائمه الضلال، حتی رئیس ها دارن از ائمه گمراه، از ائمه ضلال، و متقدمون فی الكفر و سوء المقال، کونا پیشی دارن با کفر. باز میگه که یقولون علی الله ما لا یعلمون، با الله متعال چیزی را میگن که نمیفهمن. و یعیبون اهل الحق فيما یأتون، و اهل حق را عیب برشان میگه، تن برشان میگه و چیزی کونا برشان از حق بیان میکنن. ولا يتهمون آراءهم في التأويل قد عقدوا الألوية البدعة وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله بهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، وإخوان الشياطين أعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف، و بازار فتنه را واز کرده هستند، دروازه‌های بلا را واز کرده هستند و با الله متعال بهتان میزنند و کتاب الله متعال دروغ میگن. اونا اخوان شیاطین هستند، دشمنای مؤمنین هستند، سوراخ هستند برای باغین، کسانی که بغاوت کرده هستند، یعنی برشان جای میته. و ملجأ الحاسدین، و جای هست برای حاسدین بر پیش از اونا. هم شعوب، اونا مردم ها هستند، مجتمعات هستند، اقوام هستند و قبایل هستند و صنف ها هستند و طوائف هستند. کتاب بنت الصغرى الامام ابن بطه رحمه الله تعالی. سبحان الله، امام ابن بطه بعد از اینکه اقوام گمراه و ضلال ذکر میکنند و میگه که باید از اینا براءت کنیم، میگه که این مردم کسان هستند که به اندازه مجتمعات هستند، شعوب هستند، قبایل هستند، اصناف هستند و طوائف هستند، نه که دو نفر. ولی قول ابن بطه رحمه الله تعالی کجا؟ و اقوام مشرکینی که اینها برای اسلام بودنشان با زیاد جدال میکنند کجا؟ سبحان الله، کدام یکی از صفات به اقوام مشرکینی که شما برشان اسلام میگین و اهل سنت میگین صدق میکنه؟ اسالکم بالله، صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم که قلب مؤمن ذوب میشه. مردمی که به توحید جاهل هستند، از تعلیمشان اعراض دارن، به کسی که دعوت به توحید میتن به جنگ هستند، انواع شرک را کرده هستند، به طاغوت تحکم میکنند، در جند طاغوت داخل میشن، شرع الله متعال تغییر داده هستند. کی را مسلمان میگیم از این اقوام؟ کتاب الله متعال حجر کرده هستند، هفت پوش کرده به والای خانه ماندن، و سعی را داره که با یهود و نصارا اخوت را برابر کنند. وقتی که با کتاب الله متعال یک نظر بندازه میبینن که اکثر و اغلب در کفر در ضلالت هستند و اقل قلیل در حق. قال الله تعالى بل اكثرهم لا يؤمنون، اکثرشون ایمان نمیارن، ولكن اکثر الناس لا يشكرون، اغلب مردم، اکثر مردم شکر نمیکنند، عبادت الله متعال توحید نمیکنند. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون وما اکثر الناس ولو حرص بمؤمنين، اغلب مردم ولو که یا رسول الله با حریص باشین مؤمن نمیشن. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، با الله متعال کدامشان مؤمن نیستن مگر اینکه مشرک هستند. وأكثرهم فاسقون، أكثرشون فاسق هستند. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، ولكن کسانی کافر شده هستند با الله متعال دروغ میگن و اکثر از اونها عقل ندارن. و در آیت دیگر و اکثرهم کافرون، اکثرشون کافر هستند. و در آیت دیگر اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اکثرشون حق را نمیفهمند و از حق اعراض دارند. و در آیت دیگر میگه ولكن اکثرهم یجهلون، اکثر از این مردم جاهل هستند. و این تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیله، اگر تو اکثر مردمی که در روی زمین ازش پیروی کنی از راه الله تو را گمراه میکنه. در کتاب الحجه فی بیان المحجه از امام ابو قاسم الاصبهانی رحمه الله تعالی قوام السنه میگه تمام از این آیات دلالت به این میکنه که اغلب که کثرت همیشه در اهل باطل است، همیشه اهل باطل زیاد هستند و اهل حق در نزدیکی ساعت، در نزدیکی قیامت بسیار ضعیف و کم هستند.
وامشنا ابن تيمية در مجموع فتاوى ميغا. ومثل هذه كثير في القرآن. فأهل المعاصي كثيرون في العالم، بل هم أكثر كما قال الله تعالى: وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. أهل ميغا مثال ازی در قرآن بسیار زیاد است. اهل معاصی همیشه در عالم در دنیا زیاد هستند، بل اونا اکثر ازی هستند که الله متعال گفته است، استدلال میکنن به این آیت که از اغلب اکثر مردم تو پیروی کنی یا رسول الله، تو را از راه الله متعال گمراه میسازد. مجموع الفتاوی جلد 15 صفحه 336. و حال همین قول ابن تیمیه را حتی که ما بگوییم که اغلب مردم امروز در کفر هستند، بازم بر ما خوارج میزنند، بازم بر ما تهمت خوارج میزنند. یا سبحان الله، حال قول امام شما را بر خودتان میگفتین، دمو چیزی که امامتان میگه دمو چیز برتان گفتین. و در جای دیگر هم ابن تیمیه میگه در مجموع الفتاوی جلد 18 صفحه 298 و همچنین ابن قیم در شفاء العلیل صفحه 265 میتونید مراجعه کنید. هیچ یکی از سلف و خلف را نمیافی که مگر اینکه گفته از اهل شرک و کفر همیشه زیاد هستند و بودند و میباشند، فضلا از قول الله و قول رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه و تابعین له بإحسان. از اول قرآن تا آخر قرآن الله متعال برای ما خبر میده که اکثریت و اغلبیت همیشه در کفر ضلالت گمراهی است، و در مقابل اهل حق هدایت همیشه قلیل و کم است. فقلیل ما یؤمنون، کم مردم است که ایمان میارند، و قلیل من عباد الشکور، کم از مردم هستند شکرگزار هستند بالله متعال. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، مگر کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالح کردند، و قلیل ما هم، و چقدر کم هستند این مردم که ایمان آورده هستند و اعمال صالح هم کرده هستند. و وقتی که حقیقت امروز خود را ببینیم، همین رقم که والله مثل ابن بطال رحمه الله گفته است: فلو ان رجلا مما وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا فعمعن نظره وردد فكره وتأمل امر الاسلام واهله وسلك باهله طريق الاقصر وسبيل الارشد لتبين له ان الاكثر والاعم الاشهر من الناس قد نكصوا على اعقابهم. میگه اگر کسی را که الله برایش عقل سلیم داده است و دید بصیرت نافذ به او داده است، وقت با دقت و تدبر نظر کند، تعامل کند در امر اسلام و اهل آن، بدون شک مسیر مناسب را و بهتر انتخاب میکند. و او چی است؟ برایش معلوم میشه که اغلبیت زیاد عام مردم به عقب خود برگشته هستند، کافر شده هستند. این ابن بطال رحمه الله تعالی در سال قرن سوم در سال 300 نمیفهم چند قولا میزند. حالا ما در قرن 14 هنوز بیایم بگیم مردم بخیر هستند. والله این حقیقت را هیچ کی منکر نمیشه مگر کافر بالله متعال. قسم الله متعال میگه: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اینا تکذیب نمیکنه حقیقت از که امروز کفر شرک زیاد است، اما بازم برای اقوام خود حکم اسلام میتن به یک اهل سنت گفتنشون که اصل در اینا اسلام است، اینا اهل سنت هستند. اینا کسان هستند که الله متعال گفته: ظالمین بآیات الله یجحدون، که حقیقت را میدانند ولکن منکر میشوند. و بعد از بیان ادله و آوردن ادله از کتاب و سنت و اقوال علما به اصل مردم در دیار کفر اصلی، در دیار کفر که اصل مردم کفر است عموما الا من ظهر بخلاف دلیل، که کسی که با خلافش دلیل معلوم شود و او خلاف ظاهر معتبره که مخالفت قوم است و علین شدن اسلامشان به مثل علین شدن اسلام رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه. اهل ارجاء و تجهم و اصحاب دین قومیت اتباع محمد مدنی گفتند که این ادله را ما قبول داریم ولکن این در دیار کفر اصلی است. با حقیقتی که فهمیدن و میفهمند که دیار سیومی وجود ندارد که به درس قبلی هم آشکار و واضح با براهین بیان کردیم، بازم برای نصرت مذهب خود جدال میکنند. برای زینا میگن بعد از اینکه یقین دارن و اعتراف میکنن که شرک امروز غالب است بالای اقوام ما، میگن که خی قاعده شرعی بدلیل از قرآن و سنت که حکم به اغلبیت عام نازل میشود نه به اقلیت قلیل. اگر فرض کنیم بدعای شما که بازم یک چند مسلمان وجود داره، ولا شک این شک نیست که مسلمین در هر نقطه زمین وجود دارد امروز، ولیکن برای ما معلوم نیست اسلامش که بعدشان قبول دارن که کفر زیاد است و منتشر، اما حکم را به اقلیت میتن. یا مذهب معتزله را با پیش میگیرن، میگن که نه کافر میگی و نه مسلمان. چی میگی؟ میگه هر کس دیده امام تو باش معامله میکنیم. و این مذهب معتزله بود که منزله بین منزلتین است که یک نفر میگه که نه کافر است نه مسلمان، همین تو میمونن. و اینا شکی نیست که نواسه های عمرو بن عبید رئیس معتزله هستند. اما برشان میگه فانهم کفار رغم انوفکم یا مجرمین، انهم کفار بدلیل کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و سلم. و بازم اگر غیظتان و دردتان گم نشود، باز خود را به یک ریسمان بند کنید، از آسمان خود را پرتین که تکه تکه شوید، ببینید که غیظتان باز از بین میرود یا نه. مثل که الله متعال گفته: من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الى السماء ثم لا یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. اگر شما با این فکر هستین که الله متعال دین رسول الله صلی الله علیه و سلم نصرت نمیده و حق را ظاهر نمیکنه، پس همین رقم خود را به یک سبب به آسمان ببرید
بزوجة خدا پرتید باید ببینن که همین که هیده غیزتان میرد از بین میرد یا نه. بنابراین اقوال علما رو به اینا میاریم به این که جهد کردن به قبول آیات و حدیث و اقوال در اصل مردم به دیار کفر، ولیکن قبول کردن که اغلبیت در کفر هستند. امروز نگفته نمانند که محمد مدنی کذاب تلبیس میکند برای رضایت ساختن دو جانب میگه که بله اغلبیت حکم را میگیرد اما هر زمان نه. هر زمانی که محمد مدنی خود وقت میگیرد غیر از اونه. به خاطر از اینکه نشه اگه ما بگیم که هر زمان میگیره، خب معلوم است که امروز مردم در کفر زیاد است و مردم باز تکفیر میشه بگه. أقول مستعينا بالله قال ابن تيمية إذا الأصل الحاق الفرد بالعام الأغلب دون النادر. شرح عمدة جلد أول شيء صديال که ابن تيمية میگه که اصل به است که ملحق شدن یک فرد یک نفر او به عموم اغلب که هستند به او میشه، نه به اینکه حکم به اقلیت برود. و همچنین در مجموع الفتاوى فالأصل الحاق الفرد بالعام الأغلب که اصلی است که الحاق یک فرد به اغلبیت کثیر اغلبیت عام میشه. وهمچنان ابن قیم میگه که الاحکام انما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم، که احکام بالای غالب زیاد هستند و کمیاب در حکم معدوم است، یعنی اصلا وجود نداره، اصلا کسی حسابش هم نمیگیره که هست یا نیست. زاد المعاد جلد 5 صفحه 421 و همچنان در اعلام معوقین جلد 3 صفحه 191 قال السرخسي حنفي والحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر. المبسوط کتاب صلاة جلد 2 صفحه دو میگه حکم بنا میشه به عام غالب، به عموم غالب بدون شاذ نادر، بدون از کمیاب که اصلا وجود نداره. و همچنان ابوبکر جساس حنفی در احکام قرآن میگه که جلد 2 صفحه 469 الاحکام انما تتعلق في الاشیاء بالعمل اکثر، که احکام متعلق به اشیاء هستند که زیاد هستند و عموم زیاد هستند، ولا حکم للشاذ والنادر، و کمیاب حکم را نمیگیرد. حتی احناف اهل الرأی و ارجاء حق را فهمیدن در این باب، خلاف اتباع محمد مدنی مدعین سلفیت را میگن، اما سبحان الله الله مطال حق را که از کسی گرفته باشد و چشمش را کور کرده باشد حق را چطور ببیند. و همچنان قواعد الفقهیه لزحیلی جلد 1 صفحه 325 العبرة بالغالب الشائع لا بالقلیل النادر، که عبرت به غالب ازی است که زیاد شایع منتشر است، نه به قلیل که اصلا کمیاب است. كتاب إرشاد الفحول للشوكاني كاستقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب، كشرع باید دلالت دارد که نادر کمیاب همیشه در هر باب ملحق بغالب است، باغلبیت است، با کسی که زیاد است. و در کتاب المغني لابن قدامة جلد 1 صفحه 82 میگه که النادر لا يفرد بحكم ويسحب عليه دلیل الغالب، که کمیاب و یک نفر دو نفر یا چند نفر ولو که 1000 نفر باش در بین 1 میلیون نفر میگه این حکم نمیگیره، بلکه کش میشه بالای از این حکم غالب. و همچنان ابن حجر اشعری در فتح الباری میگه الكلام انما هو جار على غالب المعتاد و اما صوره نادره فليست مقصوده، که تمام گپ وقتی که جاری هست او به غالب زیاد است و مقصد نادر و کمیاب نیست. اقوال بدون شمار از السلف و خلاف در این باب و به می قدر اکتفا میکنیم. الحمدلله احکام دیار را فهمیدیم که دو دار است، دار اسلام و دار کفر، و دار اسلام او هست که احکام و غلبه و سلطه اسلام در او جاری باشد و اصل مردمشان اسلام است ولو که کافر هم زندگی کند، و دار کفر دار هست که احکام و غلبه و سلطه از کفار در او جاری باشد و اصل مردم در دار کفر است ولو که مسلمین هم زندگی کند، در صورتی که معلوم نباشد ایمانشان و ظاهر نشود. و باز فهمیدیم که اطلاق عموم لفظ کفر از آیات قرآن ثابت است و برای ما معلوم شد به دلیل واضح و روشن که اغلبیت مردم امروز با کفر و شرک هستند و فهمیدیم که حکم به اغلب کثیر نازل می شود نه به معدوم قلیل. حالا فقط میماند مسئله ظاهر معتبر که به اساس چی ما میتوانیم استثناء کنیم مؤمنین را از بین اقوام مشرکین، که به درس بعدی ان شاء الله بیان میکنیم با رد شبهات خصوم بعون الله تعالی، و مسئله اسلام حکمی و اسلام عقلی و مجهول را هم بیان میکنیم. والى اللقاء الآخر وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.